سلام و درود هموطنان عزیز. بنده امروز میخواستم از صفحه خود چون عنعنه در روز 24 ایول در روز دهشتناکترین در بدخشان که 7 سال پیش بعد لشکرکشی رحمان به این منطقه سبب تلفات جانی و مالی خیلی شدید خیلی گران شدیم. خواستم از صفحه خود برآمد کنم و با زبان خود برآمد کنم، ولی امروز چون همین لحظه در یک منطقه دیگر داغ تاجیکستان واروخ جنازه یک معلم محترم ما جلال الدین کرایف صورت دارد، لازم شمردم که در کانال پیمان ملی تاجیکستان برآمد کنم و در هر دو موضوع یک صحبت عمومی داشته باشیم. 7 سال پیش در چنین روز ساعت ارتش 5000 نفره تاجیکستان به شهر در صبح صادق به شهر خوروغ حمله ور شد و در نتیجه تیرپرانی های بیست 20 ساعته در اینجا حدود زیاده از 200 شهروند جمهوری تاجیکستان، شهروند بیگناه جمهوری تاجیکستان به هلاکت رسیدند و امروز هفتمین سالگرد یادبود این شهدا برگزار می گردد و متاسفانه تا کنون در تاجیکستان ما هر روز شهید میدیم، خواه در زندان ها باشد، خواه در مرز باشد، در هر جایی باشد که ما متاسفانه شهید داده ایستادیم. 7 سال پیش این شهیدانی ما در خوروغ دادیم، آنها نیز رنگ امین معلمی که امروز در وروخ او را جنازه میکنند عیناً رنگ او از شأن و شرف و ناموس خود دفاع کردند و این همون چیزی است که امروز به ملت تاجیک خیلی نمیرسد، یعنی مبارزه به خاطر شأن و شرف و ناموس و ارزش انسانی خود برای هر یک تاجیکستانی، برای هر یک شهروند تاجیکستان در تمام نقطه های عالم امروز کمی میکند و با این همین حکومت و همین ساختارهای قدرتی همین حکومت هستند که باعث شدند که مردم تاجیک روز از روز متانت و جسارت را از دست داده ایستادیم و خیلی که در یکی از برادران در شرح نوشت که در متانت و جسارت مردم واروخ و چارکو هیچ کمی ندارند، مردم اسفره از دیگر خلق ملت ها، ولی این ساختارهای قدرتی کشور ما هستند، این مقامات ضد ملی امنیت ملی تاجیکستان است که در این درگیری ها هر دفعه بعد از دادن شهیدان و بعد از تحقیر ملت از طرف همسایه کشور باز خود همین مقامات امنیتی به تحقیر علاوه‌ای این ملت میپردازد و اگر در خاطر داشته باشید خود بهار همین سال مادران واروخ را زندانی کردند و گفتند که تو فرزندان شما نآیند و به ارتش به خدمت حربی نروند، ما شما را سر نمیدیم و در آنجا یکی از همین نمایندگان وزارت مدافعه گفته هم بود که کی زمین شما رو دفاع کند، خودتون دفاع کنید. یعنی اون اندازهایی که شما به ما میسپارید و اون همه به کیسه اویله رحمانوف می رود، او کم است و شما باز خودتان از خود
دفاع دیگر کنید. و چخیلی که در خاطر داریم هجوم به خاروق هم در حمایه از بیزنسی سیگاریت فروشی اویلا بود و اینجا هم به خاطر بیزنس سیگاریت فروشی و دیگر اویلا ما نمی توانیم که از مرز و بوم خود دفاع کنیم. پیمان ملی تاجیکستان دیروز با اظهارات مراجعت کرد و ما خواستار آن شدیم که البته که در روزهای نزدیک این مشکل مرزی برطرف نخواهد شد و این شاید طولانی تر صورت گیرد و گفت و شنیدهای دیپلمات ها و دیگر در معین کردن مرز، لیکن تا همون معین شدن ما وظیفه دار هستیم که از شهروندان خود دفاع کنیم. این کمیته دولتی امنیت ملی و کمیته سرحدات است که وظیفه دار هستند، سر ریاست قشون‌های سرحدی وظیفه دار هستند که از شهروندان خود در این میان دفاع کنند و اون جزء تامایی که امروز یک بتالیون مخصوص وزارت مدافعه در خاروق برای سرکوب کردن مردم بدخشان مستقر شده است، خوب میشد یک قسمش را به ناحیه اسفره انتقال میدادند تا حل شدن مسئله مرزی با جمهوری برادری قرقیزستان. ما اصلا نمیخواهیم که بر این دو ملتی که عصره ها با هم زسته کنار به کنار زستن جنگ شود، لیکن از بیعملی حکومت تاجیکستان، از بیعملی مقامات انتظامی کشور ما از روز به درگیری شهروندی بین قرقیز و تاجیک نزدیک شده ایستاده متاسفانه و یگان ساختاری یگان مقامات سیاسی کشور از پارلمان سر کرده تا پرزیدنت بهای حقوقی و بیعملی از جمله یتیموفو دیگر مقامات های قدرتی که مسئولیت شخصی دارند در این وضعیت یگان بهای حقوقی و بهای سیاسی داده نشده ایستاده است و ما قطعا طلب میکنیم از مقامات سیاسی تاجیکستان که به این بیعملی به این بی‌صلاحیتی مقام های قدرتی بهای سیاسی و حقوقی داده شده گناهکاران به جوابگری از طبق قانون جمهوری تاجیکستان کشیده شوند. 2 روز دیگر طبق نقشه اگر جرأت کرده باشد گویا رحمانوف سفر وارخ دارد و در آنجا با همتای قرقیز خود گفت و شنید خواهد کرد و من دعوت از رحمانوف میکنم بار اول در 27 سال پرزیدنت شو، پرزیدنت کشور و بعد یک ناحیه خود نه همچون ستاره بالیوود با پایانداز برو در زمینی بخون کشیده این منطقه پونه در زمین پونه و بخانه شهدا رو به اونها دلبرداری اونا را و همچون پرزیدنت با خلق خود یعنی سفر خدمتی کن، سفر خدمتی، نه سفری که ستاره های گالیوود و بالیوود از بالای و پایانداز سرخ میکنند و گل با تگ پایت نپرتویند و شیرخوانی نکنند. این دفعه خودت برو خانه این شهدا و خودت آنها رو دلبرداری کن به جای آن که آنها به تو شیرخوانند و هر چی زودتر مسئله مرزی با قرقیزستان حل خود رو یابد
که مردم تو مجبور نسازید که مردم ملکی دو کشور با هم به جنگ خیزن و نشود که وارخ ما به یک فلسطین تبدیل یابد. تشکر از دقتتان. با ما باشید. برنامه های بعدینه را نیز انتظار باشید.